دادگاه ولایت ختلان به محاکمه یک جوان 28 ساله شروع کرده است که به ترکاندن ماشین سلیم سیولی زاده رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در کولاب متهم است. نام و نسب او به رادیوی آزادی معلوم است، اما به سبب مخفی بودن پرونده فعلا آشکار نمی شود. قبلا نزدیکانش می گفتند که ارتباط او را با حادثه دقیق نمی دانند. در دادستانی شهر کولاب روز 21 ایون فرستادن پرونده را به دادگاه ولایت ختلان تصدیق کردند، اما جزئیات ندادند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، همراه این جوان در کرسی عیبداری 7 نفر دیگر از جمله یک زن نشستند. مرافعه پس درهای بسته می گذرد و تاکنون نزدیکان بازداشت شده ها به دادگاه راه نیافتند. یک منبع آگاه از قضیه گفت که پرونده این افراد در پیوند به تروریسم و دعوت برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی بررسی می شود. ماشین خدمتی سلیم سیولی زاده در اول ماه ینوری سال 2024 در خانه‌اش در دهه تودکفش شهر کولاب ترکید. خودش از پای آسیب دید، ولی در بیشتر از نیم سال گذشته این حادثه را شرح نداد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان آن را عمل تروریستی و دادستانی کولاب دستور گروه‌های افراطی نامید. به سبب مهر مخفی داشتن پرونده تفصیلاتش دسترس نیست. پرونده تروریسم در منطقه کولاب به سر خود کم سابقه است و گفته می شود محض همین حادثه سبب برکناری گروهی سران نهادهای قدرتی ختلان شد. حزب خلقی دموکراتیک مقامات 8 نفر را برای ترکاندن ماشین یک رهبر محلیش متهم می دانند. حزب حاکم در تاجیکستان است. رهبرش پرزیدنت امامعلی رحمان است و اکثر منصبداران تاجیک عضو همین حزب بوده. بیشتر کرسی های پارلمان را هم نمایندگانش در اختیار دارند.